درود دوستان، شما بعض موقع در خانه نیستید و یک خرید اینترنتی انجام دهید و از طریق پست یک همچین کاغذ رو داخل صندوق پست شما میذاره و اطلاعات اون بسته پست شما به شما میگه. معمولا شما را به یک اداره پست یا فقط چاپ راهنمایی میکنه و اونجا میتونید پست رو بردارید. اما بعض موقع این پست شما داخل همچین دستگاهی است. اینجا میان شما مثل این دستگاه که من نشون بدم، اینجا شما باید با کمک این برگه پست رو بردارید. چیکار میکنید؟ شما باید این برگه رو اینجا اسکن کنید. وقتی اینو اینجوری میذارید این صفحه میاد. اینجا اپ هولون، یعنی شما باید چی رو برگتون برید. بعد اینجا این چی رو روشن بشه. اینجا شما باید این کد رو اسکن کنید. دوستان به این شکل اسکن که شد، اینجا شما میخواد که لطفاً اسم و فامیلیتون اینجا بنویسید. اینجا من اسم و فامیلیمو مینویسم. خیلی خوب. خب اینجا میگه که باید چی کنیم؟ باید امضا بکنیم. بیشتر دیگه و این در باشه دوستان. و من از اینجا تایید بکنید، اینجا در باز میشه و شما میتونید از اینجا دقت کنید دوستان. پاکت من اینجاست. این پاکت من از اینجا میگیرم. خب این پاکت مثلا بزرگیه، دقت کنید. خب در رو دوباره میبندم و همین راحتی دوستان. اینجا هم دوباره به طور اتومات قفل میشه. تمام. من تونستم این بسته پستی رو از اینجا تحویل بگیرم. ممکنه که برای شما حتما این اتفاق بیفته و شما در خانه نباشید، سر کار باشید. معمولا بسته‌ای که بزرگه داخل صندوق پست اجرا نمیشه، یک همچین کاغذی رو، یک همچین برگه رو به شما داخل صندوق پست میذاره و شما میتونید با استفاده آدرس همینجا هست دوستان. در این قسمت آدرسش مینویسه. شما بس از آدرس میتونید پیدا کنید که کجا بسته شما هست و معمولا در یک اسکای DHL هست که شما میتونید به طور حضوری از یک شخص این بسته تبدیل. من بعض موقع هم داخل همچین دستگاه است که به طور کنکار شما میتونید شب روز بیایید بسته‌تون رو از این دستگاه ها بردارید. خب خواستم این ویدیوی کوتاه رو بگذارم، شاید کمک کنه به اون عده دوستانی که تازه دوباره آلمان شده با سبک زندگی و بدون پست اینجا شاید ناشنا باشه و میتونه کمک کنه که چطوری اگه همچنین بسیط دریافت کرد بسیارشون از این دستگاه ها برداشت کنه. تا این ویدیو دیگر شاد باشید. بدرود.